مثل کتاب شما نام میگیرم که واقعا جامع ترین، مفید ترین، با ارزش ترین، شامل ترین، کامل ترین کتاب است. خود من بیشترین کتاب خواندم همین کتاب بوده. اول قرآن است، میدونی چه؟ دومم قرآن است، سومم قرآن است. کتاب کاملتر و جامعتر و زیباتر و رفرشتر از قرآن ندارید. هر زمانی بخوانید جدید است. هر روز بخوانید یک آیت، هر پیامی جدید، هر آیت یک پیامی جدید داره برای شما. و خودم بیشترین کتابی که میخوانم هست. بعضی پرسان میکنه که چی کتاب خوانده، کدام مدرسه خوانده، بیرون از افغانستان، داخل افغانستان. چرا فکر شما نسبت به بسیاری از علمای عزیز ما یا دعوتگرا شما میانه روترین؟ همون کتابی که خواندین به ما معرفی کنین. والله که قرآن خوانده و همه روزم نمیگم که یعنی مثلا برداریم به شکل سنتی که رواج است، مثلا صبح برداریم یک جز بخوانیم و دیگر یک جز بخوانیم. نبودید. هر لحظه، هر دقیقه که فرصتی میشه یک آیتی را داشت میکنم میخونم، یک صفحه برمیداریم باز میکنم میخونم از یک چیزی جدید، یک درسی از یک استاد، یک دانشمندی که در مورد قرآن صحبت کرده، تحقیق کرده، او را میخوانم میبینم، دیدگاهیش در مورد آیات قرآن، تفاسیر میبینی، سعی میکنی که کتاب یک کتابی بسیار عجیب است. خداوند رو در آیات متعدد تعریف میکنه، یعنی خود قرآن خودش تعریف میکنه. در حقیقت از این زیباتر که مثلا نمیشه، هیچ پیامی واضحتر و کاملتر و زیباتر از این نیست. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتابی که به سوی شما آمده، پیامش، هدایتش، راهنمودش است که لتخرج الناس من الظلمات الی النور. نمیگه لتخرج المؤمنون، نه، کل مردم آمده تا همه از تاریکی به سوی روشنایی صبح.